تو قایم ششتی؟ همینطور یک رقم باید قایم گرفتی فقط که نه همینطور استایل مثلا خب موفق باشی برادر عزیزم. چی چی شد؟ از مینا اوت یک اوفه کشید که نمیفهم چی شد؟ به خاطر از خاطرات بعد که از معلومات دارم یادم آمد. خب برو یک نورستانی با من صحبت کو همراه رفیقایت گپ بزن. چی بگویم؟ اما تو خدا یک معرفی کو به من نورستانی. بسم به این الله معلومات که تبدیل بسم الله الرحمن الرحیم. یک نام سپاسگزار نورستان ولایت اسون وزا شو ثانی کنکورس فاز میشه و یه طرف در سو معلم سو دنیا تجربه سو در تبریک کنم روز معلم و خواسته باشم که آینده تا ان شاء الله روز معلم نجات که ما رقم کنیم. تا حال مشخص نشد. مشخص نشده. اگه مشخص شود به نظر چند نمره بشه؟ ما شاید پنجم یا چهارم باشه. از جای بینده همونجا استاد محترم گروه قدرشان هست اونجا خودشان میسندن که چند نمره است. این دیگه ما مشخص نمیتونیم استادشان اونجا. یگانه مضمونه که در دوره مکتب ازش فرار میکردی کدام مضمون؟ والا در دوره مکتب فسکلش فرار میکردم و صنف 12 که شد دیگه باز ما آینده ما را رقم زدیم و حالا دیگه درس ها از هیچ کدامش فرار نمیکنیم. سلام و وقت بخیرت میگم به تمام عزیزای بینده. خدا کنه جور و سلامت و سرحال باشین و هر جا که هستین دور از گزند روزگار. سعدیه جلال هستم در خدمت شما از چینل یوتیوب حریر میدیا. دوستای عزیز امروز آمدیم که خاطرات جالب دوره مکتب از پسران بشنوم. تا آخر بینده برنامه ما باشین، ما تنها نگذاریم. دوستای عزیز ما فعلا داخل صنف هستم که کاملا بچه ها هست. نام خدا قصر صدا دارن، زیاد هستن. میرم امروز یک چند نفرشون من مصاحبه می داشته باشم. بخصوص این نفره که کروبری شده. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبی 300 من؟ شکر از بخیر باشی. یک دفعه خدا به زحمت میشه بکنی؟ با زحمت میخوایم استاد چه خوبه 300 من؟ این خودش با زحمت کردیم ما ساختیم ما. خدا اولتر از همه یک معرفی کو به بینده های نام شهرام است و امروز بخاطر روز معلم آمدیم. البته روز معلم تنها این روز نیست که ما بیاییم میره تجلیل کنیم. روز معلم همه روز است که ما باید او را قدرش بدانیم، قدر معلمای خدا بدانیم. چی شد؟ از مینا اوت یک اوفه کشید که نمیفهم چی شد؟ به خاطر از خاطرات بعد که از معلومات دارم یادم آمد. از بینده مزاق میکنه. کدام گپ دیگه به زیر تاثیر؟ نه خدا نکنه. زیر تاثیر رفتی؟ نه خدا نکنه زیر تا پیاز مردم نمیره. من چرا زیر تاثیر برم؟ زیر پیاز کی رفته که تو زیر تا پیاز نظر به آرایش یک رقم علا شاید میلرزه که چی؟ خب یه رقم مازارت نمیتونم. نام خدا بچه با استعداد هستی. چی میخوانی؟ کنکور میخوانی؟ کنکور میخوانم. خب چقدر وقت میشه که شروع کردی بخیر؟ ما عمل شروع کردیم بخیر. تا امتحان ما را گفتن که باز هر وقت امتحانای به سال که شروع میشه بخیر باز ما ختم میشه کنکور. کدام رشته را خوش داری کامیاب شدی؟ در کدام بخش؟ کامپیوتر ساینس. باز آمادگی گرفتی یا نه؟ آمادگی خود نه خیلی خودش آمادگی است دیگه. نه غیر از میگم چطور از باز میخوانی نمیخوانی در خانه درسای در خانه میخوانیم میجام میشنم. کنکور خود نام از کارم کنکور میره. وقتی کتابایش در خانه نخوانی مطالعه نکنی چطور کامیاب شدی؟ خب گفتم این ازت پرسان میخوام. خب یکی هست که میگن سرنوشت و ما به نام سرنوشت چیزی را نمیفهم. ما همه چیز ما عقل نوشته است. وقتی که ما یک جای میرسیم از مدیون استاد هستیم و ما باید درس خدا بخونیم تا برسیم. بدون از او به زحمت راحت نیست. کدام استاد زیاد دوست داری در کنکور؟ در کنکور ما سابق استادای زیاد داشتیم ولی امروز تنها شفیع است که ما را درس میده. شفیع هست. یگانه مضمونه که در دوره مکتب ازش فرار میکردی کدام مضمون؟ والا در دوره مکتب خاصکلش فرار میکردم و صنف 12 که شد دیگه باز ما آینده ما را رقم زدیم و حالا دیگه درس ها از هیچ کدامش فرار نمیکنیم. حال دیگه کمر تا بسته کردی که باید دیگه کامیاب شدی. کمر بسته کردیم بله. موفق باشی. خاطره جالب در دوره مکتب چی بوده؟ خاطره جالب هر روز ما خاطره جالب از مکتب. هر روز فرار میکردی از مکتب؟ نه خدا نکنه از مکتب فرار نکردیم. این بچه یک رقم شوخ معلوم میشه. خدا چقدر ساده را بازی دارن. نه خدا نکنه. استادای گپ دادی؟ استادای خدا گپ 100% گپ چه رقم گپ یعنی که استاد در این درس دادن باشه توی خود زوفت یا میساک طرف آمده بخیزی. تو خودم نکردیم مگم صنفی هم رقم گولیگه کارم میخورد سرخ از دانش میفرستاد خون برآمد میرفتن. والا بچه‌ها بسیار شوخ بوده. این کارا رو متاسفانه دخترها یاد نداشتن. جانا موفق باشی. خوش شدم که
پیام خاصت به جوانان وطن، به کسای به برادرای ما که اینجا شیشتن، پیام خاصت برشان چیه؟ حالا دمی هر تلویزیون، هر برنامه، هر چیز یک پیام میگن و میگن که مثلا صلح بیاریم و تکنیم پیام هیچ به درد نمیخوره. اما خوب است که اگر درس خود بخوانن خوب، اگر نخوانن هم خوبتر میشه. حداقل یک کسب داشته باشن، یک آینده خود بفهمن که ما چی. من یک گفتنی به خود داشتم، تو نباید بگویی سال درس که از دارید دخترها بسته است. باید شما اینقدر درس بخونین، اینقدر شما خوشحال باشین که سه که دخترای ما هستن، دخترای هستن، دختر خانما که واقعا آرزو دارن در مکتب برایشان باز شود، ولی شما که بر رویتون باز از باید قدر کوشش کنید. درست است. گپ افلاطون است که میگه اگر یک مرد به حساب سواد بیاموزه و یاد بگیره، فقط همون مرد با سواد است و بی سواد می باشه اگر درس نخونه. ولی اگر یک زن درس نخونه، فکر کنم کل ملت بی سواد است، کل ملت درس نخونده. موفق باشی، کامیاب باشی. تشکر و بخیر باشین. خوب گفتی، کدام گپ دیگه داشتی؟ خوب است دیگه. کدام گپ؟ خب خلاص دیگه. تشکر. خوش شدم و پیام توم گرفتم و خودت به جای تشریف بیار. در آخر میخواست از دوی بینده که مرا بگیره ولی اجازه ندادمش، میخواست که مرا زیر تاثیر متاسفانه نداد. خب برادر عزیزم، پیام آخرت به امارت اسلامی و به دولت ما چی است؟ به دولت هم کدام گفتنی ندارم، به امارت هم چیز گفتنی ندارم. کسایی که گفتن هم مورد توجه قرار نشدن دیگه. یک شعر میخوایم بگویم که به خاطر استادا میگه بدون شک چی بلند است مقامشان و بدون شک چی با فخر است سرانجام انجامشان. افتخار هستی برادر عزیزم. دیگه تشریف نبر که من پالی برادرم میشینم، خودت یک طرف دیگه برادرم میشینی استاد میشی. نه اینجا پالی ازی میشینم. سلام برادر. و علیکم سلام. خوب هستی؟ صحت من؟ بخیر باشین. چی گپ است؟ چطور هستی؟ خیر و خیریت. نام خدا اگر رقم تر تازه معلوم بشه که چی بگویم. بله طبعا دیگه امروز روز معلوم است دیگه، از خاطر و برادر دیگه پیشوری استاد بود نشد کل تاثیرش سر تو افتاده باشه. نه خدا نکنه. زیر تاثیر خونه رفت. نه ان شاء الله. خب شکر که زیر تاثیر نرفتی. خدا یک معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. نام مصطفی الله نورستانی است از ولایت نورستان و امروز اینجا آمدیم به خاطر روز معلم، تجلیل از روز معلم. واقعا که امروز یک روز بسیار خجسته است. خوش است. موفق باشی برادر عزیزم. ما بعد از وقت‌ها یعنی 18 سال از اون تیر شده، ما برادر رو دیدیم که از نورستان است. چطور که اینجا آمدی درس؟ خب ما تقریبا 10 سال 11 سال میشه که قبل از نورستان به علت بعضی مشکلات که در اونجا تحصیل کرده نمیتونستیم، از خاطر آمده بودیم کابل دیگه. از وقت که اصلا تا حالی در اینجا مکتب شامل شده بودیم و در اینجا درس. همینجا کلان شد؟ بله همینجا کلان. از کدوم مکتب فارغ شدی؟ از نه امسال کل ماده بچه‌ها که هستن بعد کلشون صفای 12 هستن دیگه، یک دو ماه مونده دیگه فارغ شدن بخیر از مکتب. بچه‌ها چقدر کلان هستن صف 12 اینجا بخیر من خنده گرفت. بعضیشون شاید فارغ باشه در صف 12 بخیر. امسال عبدالغفور احمدی است دیگه. ما چی بگم دیگه، دخترها هستن که نمیفهمم سنشون مثلا بلند میباشه و سنشون بلند میباشه در صنف پایین میباشه. خب بچه‌ها کلشون نام خدا در صنف 12 که میرسن کلشون جوان میباشه. گپ من سرچپه گرفتی، مقصد سرچپه پس من از این گپ گرفتم. خب موفق باشی. چند نمره فارغ شدی برادر؟ بیشترم به نظر خودم براتون گفتم متوالی فارغ نشدیم ولی ما اصلا فحش کردم. آرزو داری چند نمره از مکتب فارغ شدی؟ ما اول نمره هستم ان شاء الله امسال اول نمره هستم ولی فارغ میشم دیگه. مثلا وقتی که اول نمره فارغ شوی، کنکور هم اول شوی، میخوای آینده چی شوی؟ کدام رشته رو پیش ببری؟ طبعا که در این جامعه فعلا از هر کس، از هر جوانی، از دختر و بچه که پرسان کنی کلشون میخوان در طب کامیاب شوند. ما هم میخوایم در طب کامیاب شوم و الحمدلله. ولی اگر در طب کامیاب نشدم ما بعضی پلان ها دارم که باید رو انجام بدم. پلان وقت پیش میبریم؟ بله پلان های سر کی سو پلان ها؟ سر خودم است. یعنی بعضی کسا هست که مثلا کنکور میخونه بی هدف میگه ما میخوام در طب کامیاب شم، بس بعد از خیلی چه انجام میده هیچ نمیفهمم بس چی شد چی خواهد شد. ولی ما که قبل برای حتما فکر کردیم وقتی که در طب کامیاب شدم بخیر ما میتونم در پهلوش یک پارت تایم وظیفه بگیرم. برادر عزیزم با وجود که زبان خودت نورستانی است، چطور که دری را قدر بلد هستی تو فول تایم گفته میدی دری؟ الحمدلله ما تو از خواهر عزیز که تقریبا ما وقت بود در نورستان بود فعلا که اسم 4 زبان یاد دارم. میتونم هر زبان به خاطر اینجا زیاد زندگی کردیم، از خاطر اطراف ما همسایه‌ای ما کلشون فارسی زبان بودن. خب برو یک نورستانی با ما صحبت کو، همراه رفیقایت گپ بزن. چی بگم؟ اما تو خدا یک معرفی کو به من نورستانی. بسم الله. این معلومات یک تبریک بدی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نام صبغت الله است نورستان ولایت هستم. اوزا شو ثانی کنکورس فاز میشه و یه طرف در سو معلم سو دنیا تجربه سو در تبریک کنم روز معلم و خواسته باشم که آینده تا ان شاء الله روز معلم جز که ما رقم تجربه باشه. موفق باشی برادر عزیزم. نام خدا.
واقعا بسیار صحبت‌های شیرین داشت. پیام آخر پیام آخرم به خاطر چی بگم؟ ببین کسایی که اینجا هستن و بر رفیقای کسایی که خارج گریختن رفتن. بله کسایی که مثلا فعلا در جامعه که ما هستیم از اومدن امارات بچه‌ها هستن، بچه‌ها و دخترها بیروحیه شدن. من میگم هر کس که کار میکنه به خاطر یک وظیفه و پول باید کار نبکنه، به خاطر خود کار کنه. وقتی که ما به خاطر خودمون اگه کار بکنیم، وقتی که بخوایم ما خودمون علم بیاموزیم، از خود یک شخصیت بسازیم، بازی بهانه را کردن نمیتونیم که مثلا حکومت مکتب بسته کردم، حکومت دو کده. هر کس میگه everyone or their own builders و هر کس که هست میگه ساختار خود میسازه، هر کس سازنده خود است. وقتی که هر کس با امی امید با امی انگیزه پیش بره، هر کس میتونه از خود یک شخصیت بزرگ بسازه. کمیره به خاطر از این گفتم که فعلا دخترها هستن در سایبر اسپیس چی میکنن، گریان میکنن و دیگه چی میکنن، دیگه ما مکتب مشون نشد. من برشون پیام دارم که علمی دخترها باید بشینن به خود، وقتی که خودشون اگر عشق علاقه به علم و درس دارن، بیشتر خودشون در خانه میتونن خوب سری درس بخونن. ویدیو هست نور بگیرن در خانه که خود میتونن خوب سری درس بخونن. این یک بهانه است که ما فعلا دیدیم بچه‌ها که مکتب میریم بغیر از وقت ضایع کردن دیگه چیزی نیست. استاد یک رشخندی میگه پس میره. وقتی هر کس که درس میخونه با خود هیچ بهانه‌ای کردن نمیتونه. موفق باشی برادر عزیزم. امید که جوانان وطن پیامش گرفته باشه، از این طرف گوش فایر، از این طرف خطا نخورده باشه. و برادر دیگه اینجا هست که همش میخوایم صحبت کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی سرمه؟ شکر الحمدلله. چطوری رفیقای ورتام خوشوخ نیست تو سر صدا میکنن تو با؟ سر صدا میکنن دیگه. عادتشان شده. چطور سوال جز سیاشوخ؟ من در وقتش که باشه شوخ میباشم، در وقتی باشه عاجز. حال وقتی چی است؟ باید عاجز باشی یا شوخ؟ حال اردویش. اردویش گرد شاگرد. خدا یک مرفیق کو خیام تو فایت کن. سلام علیکم، اسم من احسان است از ولایت پنجشیر. سکونت فعلیم کابل است، متعلم است. آدرس تنتی. فعلا متعلم هستم. نه خدا. موفق باشی برادر عزیزم. چی میخوانی؟ اینجا انگلیسی میخوانی یا کنکور استیتان؟ آماده کنکور. این سنفتان بالکل کلشان کنکور میخوانن؟ بله کلگی آماده کنکور میخوان. اول نمره سنفتان کی است؟ اول نمره ما هر کس اول نمره خود است اینجا. هر کس اول نمره با خود است. خب تا حال مشخص نشد. مشخص نشده فعلا. اگه مشخص شود به نظر چند نمره باشید اصلا؟ من شاید پنجم یا چهارم باشم. از جای بینده همینجا استاد محترم و گرامی قدرشان هست کجا خودشان میسندن که چندم نمره است. این دیگه ما مشخص نمیتونیم استادشان همینجا. خب برادر عزیزم مکتب فارغ شده یا نه راستی تام 12 است؟ نه ما صنف 12 کدوم در یک صنف شما قدم؟ کل ما از یک مکتب هستیم، صنفای ما جداست و دل ما یک جای است. خدا شما اگه یک جای باشین کلتون استاد در بدر خود کردین که خفت نگید. نه باز وقتی که درس میباشه کل درس میخوانم. ریاضی چطور هستی؟ ریاضی خوب هستیم خود زیاد نه دیگه. گدول. کیمیا چطور؟ کیمیا خوب هستیم. خوب هستیم. عالی. از دوی وینده امی ریاضی و کیمیا و فیزیک هست یک کمک ثقیل است. زود نرم نمیشه تا در دیگه بخار نپرتی و مغز سرشو نکنی. واقعا بسیار مشکل است و بخصوص بچه‌ها که هستن تا جایی که من میفهمم ریاضی را بلد هستن. مثل ما دختران نیستم، من که هستم بخصوص خودم ریاضی را هیچ خوش ندارم. دیگه به من چی گفتن ریاضی را خوش ندارم؟ ریاضی را خوش نداری وقتی که بخونی میشه. نمیشه. وقتی که یاد بگیری میبینی چقدر ساده است. امکان داره. سخت است ولی ناممکن نیست. تو قایم ششتی؟ همینطور یک رقم باید قایم گرفتی فقط که نه همینطور استایلم است از من. خب موفق باشی برادر عزیزم. من نمیخوایم که آزار بتم یا شوخی کنم. پیام آخر تا گفتنی آخر تا گفتنی آخر می از دخترایی که گریان میکنن میگن که درس برای ما بسته است. این کسایی هستن که میخوان فقط سند داشته باشن. اگر پشت علم باشن کتاب است میتونن بخونن یاد بگیرن. کلش تمام کسایی هستن که فقط سند مکتب میخوان. که دیگه ما سند پر میکنیم. سند میخوان. ما برای چی میگم دخترای هستن که میل اقدر دلشان نقده داره، اقدر دلشان پر است که فقط یک روز برن مکتب مثل شما این که شما در کورس تجدید کردین روز معلومه برن داخل مکتب تجدید کنن. واقعا ما با تو دخترا چی گفته این داری؟ با او دخترا گفتن
عزیزای بینده از همونجا یک نفر هم تو خرپاز گفت در خانه کار سرشون زیاد است. این دیگه گپ برآمد. این نارنجک بندازه. موفق باشی برادر عزیزم. خدا حافظت. وقت نمیشه. زنده باش. سلامت. عزیزای بینده واقعا من به چند لحظه اینقدر خوش شدم برای برادرای عزیزم سخنان شیرین داشتم و گپایشان شنیدم. یک نفر اینجا بسیار عاجز شدم. من اینجا پیش میدم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی صحتمند؟ شکر از خودتان. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ این کنچک ششتی هم سرت خم هستید به این گپای ما گوش نداشتیم. نه داشتم البته تمام گپایتون رو شنیدم و تمامش به ذهنم است میفهمم. تو که تو آرام ششته بودی عاجز هستی؟ فقط شخصیت من قسم است و هم قسم میباشم. من قسم من شخصیت امید تا آخر نگاه کنید. بله. یک معرفی داشته باشم. اسم عبیدالله است. فرزند خیرالله هستم و یکی از متعلمین آمادگی کنکور. موفق باشی برادر عزیزم. من نمیخوایم که آزار بتم چون بچه دست خانه است. خواهش میکنم. خدا حافظ. بینده های عزیزی بود برنامه امروز ما که خاطرات جالب دوره مکتب از پسران عزیز شنیدیم چند دقیقه. خداست که او قصه های شیرین را که از او شنیدیم چند دقیقه لبخند به لبایتان اومده باشه. تا دیدار بعد به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. تا لایک و سابسکرایب تا نظرتون یک تا با ما شریک سازید. خدا حافظ.